بعد از اینکه برگشتیم به خانه و زندگی ما، خرج هم کردیم، 1 ماه رو در این سختی و مشکلات هم گذراندیم. الان باید این مدرسه‌ای که ما در این درس خواندیم، درس توحید و درس اطاعت و فرمانبرداری رو، آیا شهادتنامه‌ای که از این مدرسه گرفتیم، دیپلمی که از این مدرسه گرفتیم، لیسانسی که از این مدرسه گرفتیم، این به درد زندگی ما باید بخوره یا نخوره؟ باید بخوره. مثل که یک دانشجویی بره 4 سال دانشگاه بخونه یا پانتون بخونه، بعد از 4 سال تخصص مثلا بگیره در انجینری، در اقتصاد، بعد از اون بره مثلا در شارواری مشغول جمع کردن آشغال بشه. به این میگن انسان عاقل؟ پس این یک انسان نورمال نیست، انسان عاقل نیست. حج، ما در اونجا رفتیم، همه مناسک و شعائر حج رو طبق سنت پیامبر انجام دادیم، به ما یک دیپلم دادن در اونجا، دیپلمی که ما از مدرسه حج به عنوان یک موحد و یک تاپرست مطیع الله و رسول فارغ شدیم. الان در زندگی ما هر عملی که انجام میدی تو باید یاد همان خطی بیفتی که در عرفات بود، که خطی کشیده شده بود، نوشته بود حدود عرفات. بله. چطور سر اون خط ایستاده بودی، 1 قدم پیش نمیماندی که حجم خراب نشه؟ پس بعد از حج باید در هر کار زندگی خود این خط رو به یاد داشته باشی که من یک خطی در زندگی خودم دارم که این خط نافرمانی الله است. بله. از این خط پایم را آن طرف گذاشتم، حجم خراب می شود. اگر در زندگی خودت هرگاه توجهت به طرف غیر الله شد، شعار حج رو به یاد بیاری که لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. اگر هر وقت در زندگیت هوا و هوس تو رو به طرف گناه، به طرف زنا، به طرف شراب، به طرف مال حرام، به طرف اینا تو رو دعوت کرد، وسوسه کرد، به یاد بیاری که در منا در روز 10 ذوالحجه چی کردی؟ هوا و هوس رو در اونجا قربانی کردی، شیطان رو زدی. شیطان زدن به معنی نیست که بعضی از وطندارای ما چبلی رو میکشد الله اکبر، شیطان فکر میکنه که به سر شیطان میخوره، شیطان زخمی میشه. اگر بانو که اسلحه همه شیطان رو زدن، خب اگر اینطوری بود که یک بمب اونجا میگذاشتن، جمرات منفجر میکردن، شیطان از بین میرفت و مردم راحت میشدن. این سنگ زدن علامت تحقیر شیطان است. این علامت این است که تو رو از خودم میرانم، تو رو از خودم دور میکنم. اون نماد شیطان است، شیطان حقیقی در اونجا نیست. شما با این کارت میگی که من بعد از این که لبیک گفتم، چون بعد از شیطان سنگ زدن دیگه لبیک خلاص میشه، بعد از او اذکار عید شروع میشه. بعد از روز 10 دیگه کسی نمیگه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک. بعد از اون الله اکبر شروع میشه. و این سنگ رو میزنی چی میگی؟ ای شیطان فلان فلان شده؟ نه، الله اکبر. این سنگ رو پرتاب میکنی میگی الله اکبر. این الله اکبر یعنی چی؟ یعنی پروردگار من بزرگ است، الله بزرگ است و من با این سنگی که شیطان رو میزنم او را از خودم دور میکنم، از زندگی خودم دور میکنم. همه این اعمالی که انجام میدیم باید در طول زندگی ما تطبیق شد. باور میکنید در هر کاری که در حج انجام میدی، نمونه اون رو در زندگی خودت باید انجام بدی، روزانه باید انجام بدی.